گاهی عشق در آرومترین لحظه ها شروع میشه. درست همون زمانی که فکرشو هم نمی کنی، کسی میاد و زندگیت رو به قبل و بعد تقسیم میکنه. امشب میخوام داستان دختری رو براتون بگم که یک نامه گم شده مسیر قلبش رو تغییر داد. اگه آماده این، چراغ احساساتتون رو روشن کنید و با من همراه بشید. سارا دختری آروم و عاشق کتاب بود. هر روز بعد از دانشگاه در کافه کوچکی که بوی قهوه‌اش آدم و دیوونه می‌کرد کتاب می‌خوند. یه روز پاییزی وقتی کتابشو باز کرد، پاکتی بین صفحه‌ها پیدا کرد. نامه‌ای که با دستخطی زیبا نوشته شده بود: برای تو که شاید هرگز ندانم کیستی. اگر این نامه را پیدا کردی، بدان که هنوز در دنیا عشق‌هایی برای کشف شدن وجود دارد. سارا ابتدا خندید و فکر کرد شاید شوخی کسی باشه، اما ته دلش یه چیزی تکون خورد. همون روز پشت همون کاغذ نوشت: من نامه‌ات را پیدا کردم. اینجا بنویس چه کسی هستی. و نامه رو لای کتاب گذاشت و به قفسه برگردوند. روز بعد به کتابخونه برگشت. کتابو گرفت و لای اونو باز کرد. نامه دیگه منتظرش بود. اسمم آرمان است. هر روز در همین کافه می نویسم. شاید اگر خوش شانس باشم یک روز تو را ببینم. از اون روز هر روز برای هم نامه می نوشتن. بدون دیدن چهره، بدون دونستن گذشته هاشون. حرفاشون صادقانه بود، چون هیچ نقابی در کار نبود. کم کم آرمان تو نامه ها می نوشت: نمیدانم چرا، اما دلم هر روز برای کسی تنگ می شود که حتی نمیشناسمش. سارا هم در دلش اعتراف می کرد. اونم دلبسته شده بود. به صداقت، به رویایی که در کلمات شکل می گرفت. یک روز آرمان نوشت: اگر دلت می خواهد فردا ساعت 5 میز کنار پنجره یک گل رز قرمز روی میز میگذارم تا پیدایم کنی. سارا تمام شب بیدار بود. 1000 ترس و سوال در ذهنش. اگه شبیه تصویرش نبود چی؟ اگه پشیمون میشد چی؟ اما عاشق همیشه یک جرأت کوچیک میخواد. فردای اون روز با قلبی لرزان وارد کافه شد. میز کنار پنجره، گل رز و پسری که وقتی نگاش کرد انگار همه نامه ها زنده شدن. آرمان با لبخند گفت: بالاخره پیدا شدی. چشمای هر دو پر از برق بود. گویی سالهاست همدیگر رو میشناسن. امروز 3 سال از اون دیدار گذشته. سارا میگه هنوز وقتی آرمان نامه‌ای براش میذاره قلبش تندتر میزنه. اونا ثابت کردن عشق میتونه از ساده ترین اتفاقا شروع بشه. از یک کتاب، از یک کافه، از یک نامه گم شده. اگه تو هم منتظر عشق هستی، شاید همین حالا گوشه از این دنیا کسی داره برات نامه می نویسه. پس چشماتو باز نگه دار. و اگه این داستان یه لبخند کوچیک روی لبت نشون، لایک و سابسکرایب یادت نره، چون داستانای عاشقانه بعدی هم
شاید دلتو گرمتر کنه. منتظر شنیدن عشق تو هستم. تو کامنت ها برام بنویس.